داخل محدود دست وزارت راه و شهرسازی. حریم طبق تبصره 2 ماده 9 افزایش بهره‌وری 23/4389 اراضی حریم برای طرح جنگلداری و مرتعه‌داری که در جلد 3 آوردم، طرح‌های مرتعه‌داری، طرح‌های جنگلداری، طرح‌های گیاهان دارویی، تو جلد 3 همه اینا رو من بحث کردم. در این موارد اومده میگه چی؟ دوباره اراضی حریم برگشته به وزارت جهاد کشاورزی.